توی این چالش قراره که به مدت 24 ساعت تمام کارامو با 2 تا انگشت انجام بدم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من الیکس شدم و خوش اومدیم به این ویدیو. امروز هم اومدیم با چالش 24 ساعته دیگه. توی این چالش قراره که انگشتامو به هم دیگه بچسبونم و 24 ساعت همه کارامو فقط با این دست انجام بدم اینجوری. و بچه‌ها اگه لایک های این ویدیو به بالای 150 تا برسه میریم سراغ چالش 24 ساعته بعدی. سابسکرایب هم یادتون نره. بدون معطلی لیتس گو. جسپی ببین این از چسب. بیا چسب بزن انگشتان داشلی را. سیف نکنی خون نرسه انگشتام قطع بشه. میخوام دهنت سیف کنم. سیفت نیکبت سیفتی شل کن. آقا این از یه انگشت. یاد چیز میافتن. کدوم کارتون بود؟ لاک پشن اینجا. اینجور بودن. خب آقا این از دست اول چه ترسناک شده. علی نینجا. بچا کامنت ها رو با علی نینجا پر کنین. خب بچا چسبا رو زدیم. الان فقط تو هر دستم 2 تا این انگشتا مونده. بچا میدونید یه نفر هستش واقعا رفته انگشتاشو قطع کرده که این شکلی بشه. بریم که روزمونو با این 2 تا انگشتا بگذرونیم. خب بچا الان حاضر شدم که برم بیرون. دهنم زیر شو سر حاضر شدم. بریم بیرون، ناهارم که چی نخوردیم، همون بیرون میریم ناهار میخوریم و با این دستای زیبامون بریم ببینیم چه کارایی میتونیم انجام بدیم، چه کارایی رو نمیتونیم. با این دستای چسبیده داریم بریم کفش. بله. ایزی. الان دارم قدر انگشتامو میبینم. سخته ولی داشتیم. آقا با 2 انگشت داریم کارت به کارت میکنیم. یعنی چی؟ دیگه زندگی هم سخته خودش شده. چالش 24 ساعته باری. بچه این فلج دوباره اومد یه آبربانک دیگه وایستاد. دارم دلارامو نگاه میکنم. آره یه موجوده از کارت میلیاردیش میگیره. چطوری؟ به تو چه؟ آقا بریم نهار بخوریم با این دستای چسب. جون چه حسی داری اینجا؟ از این فیلم نگرفت. واقعا چه چالشی من دارم میرم؟ نمیدونم عجیبه. میشه انگولک نکن دکمه‌شو؟ انگولک نمی‌کنم. داری انگولک می‌کنی. واقعا این چه چالشیه؟ نگاه دست به این زیبایی حیف نیست. خب آقا پیتزامون هم رسید. آقا جسپی هم بسم الله. نوش جون. من چجور با این دستا بخورم؟ نگاه. رسونی که حس خوبی ندارم. تازه نمیدونم چسب تمیزه یا نه. اوکیه. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. زندگی چه چیزی داره جسپی؟ آقا با این تستا تونستم بخورم پیتزا رو ولی آقا خیلی زیاد بود. با استرس میخوردم، یکم رو مخ بود. جسپی نون بیا برات بخورم. بربری هم داره ولی با کلاسش. هم هستی دنت بگیریم دنت بخوریم. واجه با دنت زیاد حال نمی‌کنم. تو خیابون دنت واقعا نمی‌خوری کلا؟ نه ژله خیلی بهتره. اوه چه خوشگله اوتیش. ما چیزی میگیریم. بگه ببین چیه؟ بگیریم ببینیم. کلاسیک هم هست. بچه این هیزا رو خریدم بعد صندوقداری یه جوری به دستای من نگاه میکرد. حالا میگفت چرا به انگشتاش چسب زده. حالا فکر میکنن زخمی چیزی شده که من اون چسبا رو زدم. حاجی ولی این هیزا چه بویی داره باز کردی؟ خوشمزه است؟ بچه با این دستای فلجی میگیریم باز. حاجی چه رنگ میده؟ این کلا غلیظه. اوه چه بویی میده؟ بوش خیلی. ببین همون انیزاه ولی بوش خیلی غلیظ‌تره. ایوه. چه حسی داره؟ طعمش ولی یه انیزه کاملا معمولیه. چیه؟ سرامون شهر بازی هست. یه سر بهش بزنیم. جلوه؟ ها؟ جلوه؟ سرام هست آره. حله بریم. اما شهر بازی که بچه‌ها اگه ویدیوشو ندید لینکش بالای تصویر میاد. با محمد رفته بودیم شهر بازی اوسکی. حالا یه ولاگ مخصوص شهر بازی میخوام واسهتون بگیرم. بچه‌ها اینجا اومدیم الان نشستیم. همینجور نشستیم و این دست من چسبش باز شده. آقای جسپی الان خفتمون کردن که چسبو بچسبونیم. هنوز سر نزده ببینیم شهر بازی بازی یا نه. صفر نکنید خون نرسه دوباره. To love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want. بچه‌ها همکنون جسپی رو می‌بینید سوار در ماشین و بنده هم با دست چسبی بریم که قراره یه موسوانتت عالی بازی کنیم. آقا سیس جسپی رو می‌بینید. آقا پشت فرمون لاکچری عکس میگیرن ها. یه عکس لاکچری شما هم بگیرین میم باهاش بسازین. یه حرکت میزنی برای جسپی. جسپی رو میبینین جسپی. Many dreams when you hit your teen. جسپی دهنت سرویس. آقا چسبوندیم به جسپی. جسپی بای بای.
آقا بریم دوباره جسپی شکار کنیم. جسپی رو به رو. دوباره میریم سراغ جسپی. کامرم در تزاوش میریم پولش میدیم. برو پا بزن اشکار، پا بزن داشی. کامرم شکست دهنت. تو چی میگفتی اون واسه؟ بچه خدایش حال داد، ولی همه وسایل رو نمیدیم چون یه ولاگ شهربازی گلش رو بهتون دادن. قرار اون موقع بیایم که کلی چیزا همه دستگاه رو قرار امتحان رم کردی. چسبونده بودم از خود به برای همین بچه کل وسایل رو دیگه سوار نمیشیم و ویدیو نمیگیریم. سیس جسپی میبینین با یک گان خفن. بچه موقعی که سوار ماشین بودن همین چسبا کنده شدن، دوتاشون افتاد وسط اونجا. نفت تنبیه بود. این لعنتی هنوز چسبو داره، چسبو باید بچسبونیم دیگه به دستامون. ولی اون موقع رانندگی چسبو کلا کنده شد و چسب نداره این دستم، ولی اون یکی دستم هنوز چسب داره. بچه این چهارمین بار یا سومین بار چسبش باز شد. بچه ما دیگه کم کم میریم سمت خونه. خسته شدیم جدی، حاجی خسته شدیم واقعا. نمیدونم 2-3 ساعتی میشه بیرونیم. خب بچه الان رسیدم خونه و هنوز چسبا روی دستمه و جدی چالش سختی بود. مگه نه جسپی؟ نه جدی چالش خیلی سختی بود، ولی در کل حال داد که الان دیگه بعد این چسبا رو من بکنم دارم دیوونه میشم. البته دوباره وسط ویدیو کنده شد که دوباره چسبشو زدیم. اینکه بچه مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه این ویدیو بالای 150 تا لایک بخوره میریم سراغ چالش بعدی و مثل همیشه اگه تا اینجا ویدیو رو داری نگاه میکنی حتما توی کامنت یه دونه قلب قرمز واسه ما بذار. کانال ما رو حتما سابسکرایب داشته باشین، زنگولش هم روشن کنین، کامنت انگلیسی هم بذار تا ثابت نپره. پیج اینستامون هم که اگه نداری حتما فالو کن و خیلی خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو و یه چالش 24 ساعته دیگه. بدرود. باز افتخاری که من اومدم اینو دیدم ایشون فیلم بگیرم بعد ازش. چی برداریم آقا؟ باز ما تشنمون شده. بچه برند داشلی رو میبینین، دوغ آبلی، دوغ داشلی، آب داشلی. چی برداریم جسپی؟ To play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say